وزارت امور خارجه اعمال خودسرانه در خارج از کشور رو به دیپلمات‌های ایرانی و همچنین به داخل ایران مرتبط می‌داند یا خیر؟ نفهمیدم. وزارت امور خارجه آقای ماجدی ایران رو به اعمال خودسرانه و تروریست در اروپا متهم کردن توی اظهارات اخیرشون که داشتن. من بازم نفهمیدم شما چی میگی. سوال کاملا مشخصه. نه مزخرف این حرف که دیپلمات‌های ایرانی در خارج از کشور عملیات خودسرانه انجام بدن. سلام میکنم خدمت خبرنگارای عزیز. قاسمی هستم، سخنگوی وزارت خارجه. من البته میدونم که با توجه به موقعیت مسائل بین المللی ما هیچ سوال ابهامی برای خبرنگارا باقی نمیمونه، چون آمریکا که منزویه، اروپا هم که خب داره التماس میکنه برای مذاکره، تو منطقه هم که ما شاخیم. ولی خب علی ای حال در تایید همین موضوع ای سوالی دارید بفرمایید. خارج از این بنده معذورم. شما بفرمایید. قاسمی، حدود چند ماه هست که آقای اسدالله اسدی در بازداشت به سر میبره. می‌بینم که آخرین اقداماتی که در این خصوص صورت گرفته از ناحیه وزارت خارجه، حالا دادگاهی اگه از در مورد برای ایشون برگزار شده، پیگیری‌هایی که انجام داده در این خصوص توضیح بفرمایید، ممنون میشم. من سوالتون رو نمیفهمم. مثلا اسدالله اسدی تو معلم لبنیاتی داره و اصلا چه ربطی داره به بازداشت‌های اخیر؟ ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. اگه منظورتون بحث ریزگرد هاست که این اصلا ربطی به FATF نداره. مقام معظم که حالش خوبه، نیاز به جانشین نداره. حالا ممکنه شما بحث تورم 3% رو پیش بکشید، اما خود چون آس خش دست ماست، اسدالله اسدی این وسط بی ربط. نفر بعدی لطفا. آقای ماجدی ایران رو به اعمال خودسرانه و تروریست در اروپا متهم کردن توی اظهارات اخیرشون که داشتن. حالا سوال اینجاست، وزارت امور خارجه اتهامی که آقای قاسمی مرتبط کردن با ایران در خارج از کشور، آیا به دیپلمات‌های ایرانی و همچنین به داخل ایران مرتبط میدونه یا خیر؟ نفهمیدم چی شد. نفهمیدم. سوال کاملا مشخصه. نمیفهمم چی میگه. شما فهمیدین چی میگه؟ ببینید من خیلی محترمانه اولش گفتم که سیاست خارجی ما در اوج اقتداره. حالا ایرانیایی که دیپلم گرفتن چه ربطی به سفیر سابق آلمان دارن من حقیقت نمیفهمم. اما اگه در یک کلام بخوام بگم سیاست‌های دراز مدت ما در تفاهم نامه مشترک با درازای منویات مقام عظما دراز به دراز افتاده. نفر بعد. سوال منو جوابی بهش داده نشد. اینکه آیا وزارت امور خارجه اعمال خودسرانه در خارج از کشور رو به دیپلمات‌های ایرانی و یا و همچنین به داخل ایران مرتبط میدونه یا خیر؟ خب داری مزخرف میگی آخه تو. من چرت داری میگی. یه ساعت دارم میگم من نمیفهمم دیگه. خب حتما باید اونجا یه عملیاتی رو بکنم که زبون به دهن بگیری. من نخواستم روم تو روی اون اسدالله اسدی اشکول باز شه. خب خاک بر سرش بکنن. مرد 40 سال دیپلمات تروریست 2 کیلو مواد منفجره رو نتونسته جاساز کنه. بعد تو احمقم نگاه نمی‌کنی. اونا با گرد هماییشون جسم ناقص مقام عظما ترکوندن و تو سوالت شده که دیپلمات‌های ما اونجا چه غلطی دارن میکنن؟ و تو این نمی‌بینی وضعیت و مرتی که فتنه پرور. آمریکا که ما رو منزوی کرده. یه سال داریم پاچه اروپا رو میخوریم و میخاریم که این برجام بدبختی رو که شیخ حسن اسکل گذاشته تو کاسمون جمع و جور کنیم. خب اینم که وضعیت اون تو منطقه است. وقتی میگم نمیفهمم بفهم، نفهم. بله داشتم در رابطه با اقتدار بین المللیمون صحبت میکردم. آمریکا که منزویه، اروپا هم که مذاکره.